انسان مهنت فکرانه نتیجه مهنت فکرانه‌اش رو به دست آوردن می شود. نتیجه مهنت فکرانه هزارها سال فایده می بینند. من شما به دو مثال می بیارم، سه تا یک تا نمونه می بیارم. شما میتونید که دهقانی کنید هر سال وقتی که شما امسال کشت میشونید تیرما حاصلش رو به دست میبرید. انا این حاصل یک باره، مهنت یک باره، حاصل یک باره. سال آینده برای که حاصل به دست بیارید با اثر نفس شما مجبورید که با دهقانی کنید. یک سال به یک بار حاصل میگیرید یا دو بار ممکن نه که هر بار تا نشینونید تا گرفتن نمیتوانید. این یک مهنت یک رزولتات، یک مهنت یک ادنو دیست و ادنو رزولتات، یک مهنت یک رزولتات. انا کن شما میتونید که باغبانی کنید. اگر که فکرانه شما به پیش رود شما میتونید که باغبانی کنید. من میخوام که شما فرقیت فکرانه مردم ثروتمند و کمبغل حس کنید. شما میتونید که باغبانی کنید، یک بار مهنت میکنید 20 سال حاصل میگیرید. نگاه کنید کدامش افکتیو نه، کدامش نتیجه به قوت دارد. من این گویم دهقانی، من این باغبانی. وقتی که شما دهقانی میکنید از یک مهنت کرده استادگیتون یک رزولتات میگیرید. نگاه کنید یک مهنت یک رزولتات. من میخوام که شما فهمید یک دست و یک مهنت یک رزولتات. دقت، وقتی که شما باغبانی میکنید یک دست و یک مهنت 20 سال رزولتات میگیرید. ممکن 50 سال رزولتات میگیرید. بعضی درختی هست که 400 سال عمر میبیند. انا کن وقتی که شما علم مهنتی میکنید و فکرانه دقت کنید ثروتمند به خودتون وقت زیاد میکنید. وقتی که شما فکرانه ثروتمند رو میآموزید و این رو به خودتون یک مقصد میگذارید، شما طرز حیاتتون همین قطع گرزانده میگیرید. شما کدام مهنت میکنید؟ مهنت علم. وقتی که شما مهنت علمی میکنید، من نگاه کنید سمالیات یک بار اختراع کردن، هزارها سال آدم‌ها استفاده میکنند. بعضی دارو، بعضی اوکال، بعضی نگاه کنید راه‌ها، ماشین. یک بار مهنت میکنید ممکن که میلیون رزولتات میگیرید. هموطنان عزیز گرامی، از سببی که 20 سال 25 سال آخر خلق ما از کتابخانه دور شده ایستاده است. در حقیقت کجا ایستاده است خلق ما؟ کار سیاه یا دهقانی میکند، یا فقط مردی کاری میکند، یا که فقط استرویکا برفته کار میکند، یا که تاکسیستی میکند. تاکسیستی همین کلینت هاز بردی درآمد هست، نبردی درآمد نیست. چیزی که من به شما میخوام که آموزم، من میخوام که من و شما با این حرکت کنیم. من باوری کامل دارم به هر یک فرزند ملت تاجیک، به هر یک شخصی که امروز این برنامه ما را چشمه امید را گوش کرده استاده است، من باوری کلان دارم که هر یک فرزندی که این امروز ما به مقصد اومدیم که 54 هفته در مدت یک سال هر هفته در روز شنبه برنامه ما پخش می شود. فقط درباره علم، درباره فرهنگ، درباره پیشروی شخصیت شما من گپ میزنم. من میخوام که در مدت یک سال تا آخر